سلام. دوست دارم قبل از اینکه سر اصل مطلب بریم چند لحظه ای رو صمیمانه به تشکر از شما اختصاص بدم. برای من باعث افتخاره که شما در سفر شگفت‌انگیزی که با هم خواهیم داشت همراه و همگام من خواهید بود. بدون هیچ اغراقی ما عشق و علاقه و تمرکز زیادی رو صرف این کتاب صوتی کردیم تا این آموزش بتونه در نوع خودش متفاوت‌ترین و بهترین اثر ممکن باشه و تأثیر عمیق و فوق‌العاده‌ای روی زندگی شما بذاره. ضمن شنیدن این کتاب صوتی کم کم متوجه میشین که من در مورد نتیجه گیری از زحماتتون و به دست آوردن نتایج قابل لمس و قابل اندازه‌گیری خیلی سختگیرم. به همین دلیل هدف من اینه که این کتاب صوتی اثری در حد و اندازه‌های جهانی باشه و امیدوارم که شما هم بعد از شنیدنش با من در این مورد هم عقیده بشید. من باور عمیقی به این موضوع دارم که این کتاب صوتی و اثری که برای شما فراهم کردیم منبع قدرتمندی هست که بهتون کمک میکنه به زندگی دلخواه و اهدافی که دارید برسید. نکته مهم دیگه‌ای که لازمه به اون دقت کنید قالب صوتی کتاب اثر مرکبه. من همینجا لازم میدونم که هیجان و خوشحالی خودم و بابت استفاده از این قالب صوتی برای انتشار مجدد کتاب اثر مرکب ابراز کنم، چون این قالب صوتی به من اجازه میده مسائلی که در نسخه چاپی کتاب اثر مرکب توسط ویراستاران من حذف شده بودن رو براتون شرح بدم. واقعیتشو بخواید ویراستارها خودکار قرمز خودشونو مثل شمشیر برمیدارن و شروع میکنن به خط زدن نوشته های من. به همین دلیل در مراحل نهایی آماده سازی نسخه چاپی کتاب اثر مرکب من مجبور شدم چندین داستان آموزنده و متقاعد کننده و چندین نکته و دیدگاه در مورد بعضی از مصاحبه های مورد علاقه خودم که با برجسته ترین رهبران فکری جهان انجام داده بودم و حذف کنم. ولی الان با خوشحالی اعلام می کنم که در این کتاب صوتی تمامی دیدگاه‌ها و حکایات افراد موفق که در کتاب حذف شده بودند رو خواهید شنید. این کار کمک میکنه تا به ایده های کلیدی که با همدیگه در طی سفرمون به اثر مرکب کشف خواهیم کرد، شفافیت و جلوه بیشتری بخشیده بشه. شما یاد میگیرید که اصول اثر مرکب به چه نحو در زندگی افراد موفق به کار رفته. علاوه بر تمامی آموزش‌های موجود در این کتاب صوتی، من در سایت compoundeffect.com چندین منبع قابل دانلود و قابل پرینت رو انجام دادم که به شما در رسیدن به اهدافتون کمک بیشتری میکنه. با استفاده از اون منابع، شما میتونید مطمئن بشید تمامی قواعد و اصولی که از این کتاب صوتی یاد میگیرید عملی شده و در زندگیتون نتیجه بخش خواهند بود. خب، از همین الان آماده بشید تا موفقیت خودتون رو مرحله به مرحله چند برابر کنید. اما قبل از اینکه سراغ مقدمه برم، اجازه میخوام تا یکی از تمرینات مهم اثر مرکب و با ادای احترام به مردانی که شخصیت منو ساختند و تهیه این کتابو میسر کردن انجام بدم. این کتابو به مرد برتر جری هاردی و به پدرم تقدیم میکنم. مردی که از طریق زندگی خودش اصول اثر مرکب رو به من یاد داد و همچنین آقای جیم ران که به من آموخت تا تنها درباره چیزهایی که اهمیت دارن با افرادی که به اون موضوع اهمیت میدن صحبت کنم. مقدمه. این کتاب درباره موفقیته. درباره اینه که برای رسیدن به موفقیت به چه چیزی نیاز داریم. دیگه وقتش رسیده که یه نفر این موضوع خیلی رک و راست به شما بگه. امیدوارم از این حرفم ناراحت نشید، ولی واقعیت اینه که شما برای مدت زیادی فریب خوردید. میپرسید چرا؟ چون برای رسیدن به موفقیت جاروی پرنده، فرمول مخفی و یا راه خیلی سریعی وجود نداره. دوستان من، شما نمیتونید با گذروندن روزانه 2 ساعت در اینترنت سالیانه $200,000 درآمد داشته باشید، یا در یک هفته 15 کیلو لاغر بشید، یا اینکه با مصرف یک نوع کرم چین و چروک 20 ساله رو از صورت خودتون برطرف کنید. نمیشه زندگی زناشویی رو صرفاً با مصرف یک عدد قرص سر و سامون داد، و یا با هر طرح دیگه‌ای که بیش از حد به نظر عالی میاد به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد. من هم با شما موافقم که عالی میشد اگه میتونستیم موفقیت، شهرت، عزت نفس، روابط خوب و سلامتی رو توی یه بسته‌بندی صدفی شکل از سوپرمارکت محلمون بخریم. اما دنیا اینطوری نیست. اگه دقت کنید میبینید که ما هر روز بیشتر از قبل با ادعاهای هیجان‌آور، وسوسه انگیز و رو به افزایش بمباران میشیم.
ادعاهایی مثل پولدار شدن، زیباتر، جوانتر و جذابتر شدن، اون هم در عرض یک شب با تلاش خیلی کم و مثلا تنها در قبال پرداخت 3 قسط $95.5. لازمه به این نکته دقت کنیم که این آگهی‌های مکرر بازاری درک همه ما نسبت به اینکه برای رسیدن به موفقیت واقعاً به چه چیزی نیاز داریم و تعریف کردن. در حقیقت ما دیگه پایه و اساس واقعی برای رسیدن به موفقیت که خیلی هم ساده هست و فراموش کردیم. من از این موضوع خسته شدم و دست از تلاش بر نمی‌دارم. مگر زمانی که دیگه این آگهی‌ها و پیام‌های بی‌ملاحظه و فریبنده مردم رو گول نزنن. در حقیقت من این کتاب صوتی آماده کردم تا شما رو به اول مسیر برگردونم. من به شما کمک میکنم تا این بی‌نظمی و به هم ریختگی رو مرتب کنید و تمرکزتون رو روی مسائل اساسی که اهمیت دارن بذارید. این نکته رو هم اضافه کنم که شما خیلی زود تمرینات و اصول آزمایش شده موجود در این کتاب صوتی رو یاد میگیرید و در زندگی خودتون به کار میبرید، طوری که از نتایج قابل ملاحظه و پایدار اون بهره مند بشید. من به شما یاد میدم که قدرت اثر مرکب رو مهار کنید، یعنی همون قدرتی که سیستم عملیاتی زندگی شما رو برای بهتر یا بدتر شدن با اطلاع یا بدون اطلاع خودتون تا همین الان اداره کرده. حتما شما هم شنیدید که قادرید به هر هدفی در زندگی خودتون برسید، به شرط اینکه راهش رو بلد باشید. کتاب صوتی اثر مرکب یک راهنمای کاربردیه. این راهنمای کاربردی به شما آموزش میده که چطور از این سیستم استفاده کنید. وقتی که این کار رو یاد گرفتید، دیگه چیزی نیست که نتونید به دستش بیارید. بسیار خوب. حالا ممکنه بپرسید که من از کجا میتونم بدونم که اثر مرکب راه اصلی و نهایی رسیدن به موفقیته؟ در جوابتون باید بگم که اولا من با زندگی خودم واقعاً و در عمل ثابت کردم که اصول اثر مرکب اصول عملی و واقعی هستند. البته من از این که بخوام مثل بیشتر نویسندگان که در کتاباشون از شهرت و ثروتشون تعریف میکنن از خودم تعریف کنم متنفرم و اگه اشاره‌ای به موفقیت‌های خودم میکنم فقط به خاطر یادآوری این نکته است که اصول اثر مرکب در زندگی خود من به شدت کارساز بودن. من میخوام به شما یک نظریه زنده ارائه کنم، نه یه مشت تئوری و حرف. هممون خوب میدونیم که دیگه عمر نظریه‌های توخالی سر اومده. به همین دلیل اصولی که در این کتاب به شما آموزش میدم همون اصولی هستن که باعث شدن من در سن 24 سالگی درآمدی بالای $1,000,000 در سال داشته باشم. اینا همون اصولی هستن که باعث شدن من در همون سن 24 سالگی شرکتی رو تأسیس کنم که در سال بیشتر از $50,000,000 درآمد داشته باشه. لازم میدونم به اطلاعتون برسونم که من در 20 سال اخیر خیلی جدی مشغول مطالعه در مورد موفقیت و دستاوردهای انسان در این زمینه بودم. زندگی حرفه‌ای و شخصی خودم هم مثل آزمایشگاهی برای تحقیقات و مطالعه در این مورد بوده. شاید باورش آسون نباشه ولی من به شخص صدها هزار دلار و صرف آزمایش هزاران ایده مختلف از منابع و فلسفه‌های متفاوت کردم و الان از طریق موفقیت‌ها و شکست‌های خودم میدونم که چه ایده‌هایی عاقلانه هستند و چه ایده‌های بیهوده و مزخرفات محضند. تجربیات شخصی من ثابت کردن که مهم نیست چه چیزی یاد میگیرید و یا چه استراتژی و تدابیری رو لحاظ میکنید، چون در نهایت موفقیت از طریق عملیات سیستم اثر مرکبه که به دست میاد. و اما دلیل دوم در پاسخ به سوال شما در مورد اثبات کارایی اثر مرکب اینه که من در 16 سال اخیر یکی از رهبران صنعت رشد شخصی بودم. نویسندگان، سخنرانان و رهبران فکری زیادی از نزدیک با من کار کردند. من هزاران کارآفرین و آموزش دادم. به عنوان مشاور در شرکت‌های بزرگی حضور داشتم و مربی شخصی چندین مدیر عامل برتر و افرادی با کارایی بسیار بالا بودم. و در نهایت تونستم از بین تمام این هزاران مطالعه و تجربه چیزهایی رو که واقعاً مهم هستند و چیزهایی رو که مهم نیستند مشخص کنم. دلیل سوم برای اثبات کارایی اصول اثر مرکب اینه که من به عنوان ناشر مجله موفقیت تا به حال هزاران مقاله و کتاب رو در این زمینه نقد و بررسی کردم. در انتخاب متخصصانی که در مجله معرفی می‌کنیم شرکت داشتم. تمام مسائل مطرح شده رو مرور کرده و در آخر هر ماه با چند نفر از کارشناسان فوق تخصص شاخه‌های مختلف موفقیت مصاحبه انجام دادم و بهترین ایده‌هاشون رو استخراج کردم. من به طور روزانه و در تمام مدت روز مشغول بررسی، درک، ساماندهی و طبقه بندی اقیانوسی از دانش‌های شخصیم.
منظورم اینه که اگه شما در موقعیتی باشید که چشمانداز کاملی از تمامی یک رشته یا صنعت و پیشرو داشته باشید و دانش شخصی را از طریق مطالعه و دریافت بهترین آموزش‌ها و انجام تمرینات ارائه شده از طرف بهترین افراد به دست بیارید، صاحب درک فوق‌العاده‌ای میشید و پایه و اساس حقیقت برای شما مشخص میشه. من دیگه کسی نیستم که با جدیدترین مدل‌های بزله‌گویی در مورد موفقیت و یا ادعاهایی مثل پیشرفت علمی در زمینه سود شخصی گول بخورم، چون اکثر چنین مواردی رو هم خوندم، هم شنیدم و هم دیدم. دیگه کسی نمیتونه با جدیدترین حیله‌ها در مورد موفقیت سرمو شیره بماله، چون منابع خیلی زیادی در اختیار دارم و راه‌های زیادی رو در این زمینه طی کردم و در واقع حقیقت رو از راه سختش یاد گرفتم. همینطور که مربی بزرگ من فیلسوف اقتصادی جیم ران میگه هیچ گونه پایه و اساس جدیدی وجود نداره، چون حقیقت چیز جدیدی نیست بلکه موضوع قدیمیه. شما باید حتما به حرفای کسی که بهتون میگه هی بیا اینجا میخوام بهت عتیقجاتی رو که تازه ساختم نشون بدم شک کنید، چون نمیشه عتیقجات رو تولید کرد. عتیقجات ذاتاً قدیمی هستن. کتاب صوتی اثر مرکب صرف نظر از موارد حاشیه‌ای درباره مسائلی آموزش میده که واقعاً اهمیت دارن و برای همه اون مسائل جوابهای واقعی و تجربه شده داره. این کتاب شامل یک گروه قواعد ساده است که در صورت رعایت اونا به خواسته‌ها و اهدافتون در زندگی حرفه‌ای و شخصی خواهید رسید. این قواعد در حقیقت سیستم عملیاتی شما رو در زندگی شکل میدن. نام این سیستم عملیاتی اثر مرکبه. بذارید منظورم رو به شکلی ساده تر بگم. موفقیت به معنای انجام دادن کارهای پرتعداد به نحو عالی نیست، بلکه به معنای انجام دادن تعداد کمتری کار به نحوی عالی و در دفعات زیاده. مثلا لازم نیست 5000 کار رو به نحوی عالی انجام بدید، بلکه لازمه چند کار محدود و 5000 بار به طرزی عالی اجرا کنید. پس نکته کلیدی اینه که اون چند کار معدود چی هستن و چطور میشه اونا رو به نحو احسن انجام داد. این موضوع چیزیه که این کتاب صوتی از 0 تا 100 اونو براتون توضیح میده. حالا قبل از اینکه به بحث اصلی کتاب برسیم لازم میدونم مطلبی رو به شما بگم. برخلاف چیزی که در تبلیغات مختلف گفته میشه، رسیدن به موفقیت خیلی سخته و مراحل دستیابی به موفقیت آسون نیست. حتی خسته کننده و در بعضی مواقع کلافه کننده هم هست. ثروتمند شدن با نفوذ شدن و چهره جهانی بودن در رشته تخصصی شما کار خیلی سختیه. البته امیدوارم از حرف من برداشت اشتباه نکنید. شما با دنبال کردن مرتب مطالبی که آموزش خواهید دید میتونید در زندگیتون به نتایج دلخواه برسید. اما اگه از نظم و تعهد بیزار هستید، از همین الان بهتون پیشنهاد میکنم که دوباره تلویزیون رو روشن کنید و به محصولاتی که توی تبلیغات تلویزیونی و تبلیغات رسانه‌های دیگه میبینید امیدوار باشید. همون تبلیغاتی که به شما وعده موفقیت یک شبه رو میدن و میگن کافیه برای موفق شدن یک کارت بانکی برای خریدن محصول اونا در دسترس داشته باشید و یا همون لحظه باهاشون تماس بگیرید.